خب میگیریم. خیام گفت گر باده خوری تو با خیرمندان خور، یا با صدف لاله رخ خندان خور. بسیار مخور ورد مکن فاش مساز، کم کم خورو گاه گاه خورو پنهان خور. گرفتیم. خب میدونه که خیام با چی میگوید؟ خیام گفت که گوشم به نی و ربا باشد دایم، هوشم به می و شراب باشد دایم. گر خاک مرا کوزهگران کوزه کنند، آن کوزه پر از شراب باشد دایم. بگیریم ربای خیام. ای خیام خانه، ربایی های خیام بسیار زیبا خواندید، لیکن خیام نگفت که یعنی پول عرق رو کی می‌دهد.